راننده تاکسی پرسید میدونی بهترین شغل دنیا چیه؟ گفتم چیه؟ گفت راننده تاکسی. خندیدم. راننده گفت جون تو، هر وقت بخوای میای سر کار، هر وقت نخوای نمیای، هر مسیری خودت بخوای میری، هر وقت دلت خواست استراحت میکنی، هی آدم جدید میبینی، حرفای مختلف، داستانای مختلف. موقع کار میتونی موزیک گوش کنی، میتونی روز بخوابی شب بری سر کار، هر کیو دوست داری میتونی سوار کنی، آزادی، راحتی. دیدم راست میگه. گفتم خوش به حالتون. دوباره گفت حالا اگه گفتی بدترین شغل دنیا چیه؟ گفتم چیه؟ راننده گفت راننده تاکسی. بعد دوباره گفت هر روز باید بری سر کار، 2 روز کار نکنی جیبت خالیه، از صبح کلاچ، ترمز، پادرد، زانو درد، لوازم یدکی گرون، یه تصادف هم بکنی که دیگه واویلا میشه. هر مسیری مسافر بگه باید همونو بری، همه هم ازت طلبکارن. دعوا سر کرایه، تابستونا از گرما میپزی و زمستونا از سرما کبود میشی. هر چی هم میدوی آخرش هم لنگی. به راننده نگاه کردم. راننده خندید و گفت زندگی همه چیش همین جوریه، هم میشه بهش خوب نگاه کرد، هم میشه بد نگاه کرد. رفیق، خیلی از رنجای ما به خاطر زاویه غلط نگاهمونه. لطفاً زاویه نگاهمون رو درست کن.